این داشکامبیزمون از اون بچه های گل این روزگاره ها. سفارش تو کردم یه زب واسط ببنده که صداش به گوش هر تنابندهی بخوره درجا کرشه. آره کا یه زب برات سوار کردم توپ که کل ترونه بگردی عمرن لنگشو پیدا کنی. کا گفته باشه ما این بلنگوها تو خاورمیانه تکه ها. این دیکسه رو از یکی از برعکس دیجی گرفتم ها. بابا خداییش عجب باندایی واسط بسته ها. لامصب بد جوری داره فاز اون پارتیه رو بهم میده. ما که رفتیم تو توهم. وای این دیگه چه صداییه؟ خدایا همه چی داره میلرزه. وای ایشالله خدا از زمین ورتون داره مردم آزارا. وای که از دست صدای ثبتتون دیوونه شدم. بابا به خدا نمیتونم درس بخونم. بابا ما اگه نخوایم صدای ضبط شما رو گوش بدیم باید چی رو ببینیم؟ خدا لعنتتون کنه. پسرم باشه کمو برو ما کم کن بزنیم چی میگه. برای چی انقدر صدای ضبطتون رو زیاد کردین؟ خب این باعث آلودگی صوتی میشه جانم. آلودگی صوتی دیگه سیخی چنده. 3 میلیون ضبط خریدم که صداش زیاد کنم. شما هم اگه ناراحتی پنبه بکن تو گوشات. حله بزن بریم. چطوری؟ پلیس کنارمون اومده. لطفاً ضبط کم کنین بزنین کنار. مطمئنی توهم نی؟ توهم دیگه چیه بابا؟ جناب سروان ما که آخه خلافی نکردیم. آلودگی صوتی خودش خلاف محسوب میشه جانم. بابا آخه جناب سروان من جوون اگه ریلکس نباشم نتونم از این تابلو بازی ها بکنم عقده‌ای و سرخورده میشم اون وقت نمیتونم در آینده دکتر مهندس بشم. راستی شما در مورد این افراد چه قضاوتی میکنید؟ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی